نام من قربان صابر زاده شهر باستانی کولاب سال 1947 به دنیا آمدم. در همانجا مکتب میانه را ختم کردم. شما چند ساله که همکاری با گزیده استر دارید؟ و اگر خطا نکنم از روز نشر اول گزیده استر ما گویا که اگر همون روز پنجشنبه گزیده نگیرم یک روز گم کردگی برمیشم. همه گزیده گرفتگی خانه دا همطوری کدگی ماندگی هم. هر شمارش به انتظار میشم. من به حد گزیده با همین منفیت خلق دایم در حسی خلق هست. ما همه کار فهمیدیم که این دیگه گزیده بقوت با فکرم با فکر شخصی ما این گزیده بقوت در پوزیشن دیگه نیست. امید عمر شیرخان من حساب که یک درباره تاریخی کوهن و تاریخی عمر شیرخان چوی خواندنی بابن تاثیرناکن با شخص الهام تازه می باشد. نه همه خاطر فکر شخصی ما که به نزدیکی سیاف جان نوشته بود یک ساعته حج رفتن نوشته بود به چند به درجه اولی باید نسخ شو تکلیف کردم که اگر علاج باشه یک برشوره باری گزیده که ایش بایوش یک کتابچه تشکیل کنم. کدام سفر میروه مرحمت میگیرم میخونه همش ایون مستگی به حد شو اومدم بسیار مخلوق. شما خودتون همکاری دارین با گزیده استر؟ با گزیده استر همکاری با دودر سیاف جان شهر در گزیده میفروشند. خطی همون هم اول گپ میزدم صحبت میکنم لیکن یکم بار که بعد آمدم ردکس بعد سیاف جان را دیدم شما را دیدم به حد خرسان شدم. خیلی اینا اگر اوسم میشیم اعضا میایم خبر میگیریم یگان ستاتیا یگان چی معقول شد میگه مینویسم دیگه همه طرف گزیده من ندارم. ما گزیده نظم میبینم هر شمارش انتظار میشم که میبرم و بخوانم. پدر سیاف چه خیلی میشناسید؟ پدر سیاف به حد انسان نظم بودن. من جوان بودم نه پس مکتب بودم این استوام نخونستم سپاریدن رفتم همین دوره همیاده کار را در آمدم. همه جوانو ختم بودن همه گفتن که همین رای همین کپر که مسکو کرد نه کلیسا بودن همون را گفتن اگر پیشگویی کردن که سیل کلان میاد کپر کمیه شوا برای همین باید خوبی گرفتن در کار در مسکو حتی همین رحمتی پدرش بود به سه برگادری دیگر همه کس هم موشین در میرفتیم کوبیک میرفتیم همونجا غلوی ما هم سلام همه بلو را پرتو خبرم این پدر یک مرا گفتی بچم دکت نپرتو بلا خطیم باری ما را بیست ما خطی هم آدم ایستادم تا آخر کار کنیم تا بدنشون رفت آمد نزد داشتیم همسایه‌داری خوب داشتیم انسان همه طرف را مادرش هم آدم نزد بودم. ما یک حیوت در کماندیر آفتاب بودیم ادی رو در کار میکردیم لیکن گویا که همین اویلامونه سرپرستی همین کلانتری ها بودن یا دویم نصیحت میکردن رو در میداردن فرزندو را تربیت یاردم میکردن. من به حد این کلانترهای بسیار منتدارم. به حد منتدارم. در زندگی چی عذاب کشیدید؟ در زندگی عذاب آدمیزاد به عذاب نمیشود لیکن هزار باشکر عذابا زود پس سر شدن. همین فرزندم سال 93 همین جنگای همین بعد چیده گذشته شد پسرم خیلی سیاف جان میدانم تویر جان نام داشت یا جنت نشد اما گذشته شد به حد اکنون چخیل میگم همین گویا همین یک گویا جگرت همین شکاف میکنده همین میگه که هم یک آدم
بود شگون میکنه میکوان نمیوان یک میوان بعد یک آدم دیگه میگه نه بزی مای بعد او صاحب بود میگه که نه باشم این بزی مای ای کجا میدونید تو میگه بکشنی بزا یک پرای دیگر همه بز شکافه چونکه وقتی بچه کدن بچهش مرده بود میکشن در حقیقت هم گرد نمودن پولنه اگر دوغ فرزند به حد مشکل ایو نخواه برای شگرانه فرزندهای باقی مانده شنای دخترهای هزار با شگرانه همه پس سر شده همه گذشت با شکر زندگی ناز هزار با شگرانه فرزندها همه به خانه و دارن هزار با شگرانه یا شکر کمبودی دیگر نیست و بگرانه شکر ناز هزار با شگرانه خدا اکر آخیش بخیر بیره حضرت صبحه شما یانگه را دوست داشته گرفتیم اینجا وقتی اولاد شوی مدن بسیار کوفتن هر رامه ای سرافتن او سرافتن همیوان یا ایما پستره یا زبی من نداره کلانتره روزی نمیشنم یک عبد هم خشتگی بدیم همون خونه دا آمدیم همه کسا همون برادر دولامت خولم با هم یک جو کار میکنیم موتورسیکل داشت عبید آمدیم های رحمتی پدرم خطی یک رفیقش آمده همونجا عبید کیسه همون خیلی توی کنه همون برادر همون پدرم نمیدونه که ما پسری همین کسان بعد میگه این بچه های کیه بعد میگه این بچه مای اما شاید زنش نمیگه میگه آخر میگه چند رو میریم میکنیم هیچ بچه نی دلمون معقول نیست این میگه دختر خونه خرم در مرحمت گویا که همین پدرش اویلا با پدرش گویا که ما اون کسا در معقول میشم همون کسا همین پیشی را میکشویم بعد همین فاتحه کردن بعد بعد شکر زندگی ناز داریم پیش از تو یگون بار همسوبا چیده بیم؟ من تو زکس رفتم اونجا می نوشتی یک ما مهلت داشت همه او را گذارونیم همه شا خش رو گذارونیم یک دیگر خط راضی فکر باغا آباد این جای تماشا را بین این جای سی را بین از جایی بود کلاب بزیب شده بوده هزار بار شکرانه نه حق شده در توی چی برده بودیم؟ لابه توی در چی بردیم؟ توی در خیلی او که رسم اصول بود که تخص می گفتن چی می گفتن این ماتریال و پاتریال و بعد رحمتی پدرم گفتی همون خدا را که توی در چی بیارم مثلا چی من خدای بعد آمد همون رحمتی پدرم گوسفند نگاه بین میکرد یک گوسفند پیش های ما عسکری رفتم پدرم همین خیلی کلانتر ده همون گوسفندم تربیه کرده 3 سال ما عسکری ده بودم آمدم همون گوسفند دیگه ایجوش خسته نمیتونم لمیخی رحمتی خسرم گفت است که یگان با قم خانه انامی گوسفند هم میاریم بعد همون گوسفند هم بودیم همون خیلی گوسفند هم گوسفند بود نه آخری خیلی خسته نمیتونیم دیگه هم چون شد بفهم به حد نه توی ناز لرونیم توی آمدم دعوامت خالانه برای ما خیلی خشتباری دارن توی خودم دارم همون او چنو اینترنت هم میخوام دعوامت خال اینترنت هم میخوام آکاش که نظرالی خاتم کار میکرد آکاش گرفته آورد توی یک زران فرزندو بزرگ شدن خدمت توی کردن فرزندو هم دعوامت خال آوردن کانتکت کرده زران به حق شد نه تا حال معلومه داریم زنگ میزنیم خبر میگیریم مرگ مرده یک در اشتراک میکنیم چند فرزند داریم؟ لبای چند فرزند داریم؟ فرزند 1000 با شکرانه 10 فرزند همه زنده و خیلی گذشته شد دیگه حساب نمیکنیم زنده و حیات 1000 با شکرانه 10 فرزند 1000 با شکرانه همش به خونه و در خونه شون آباد پیشنهاد دارم که اهل ایجادی گازت ارزمی اسهر دائما سربلند باشند اهل ایجادیش درد سر را نبیند حسین عمر شیرخان شما صابر جان خواهرم جمیله حسین بانو جمیله بانو یکی از صحیفه‌بندان شهرتمندی گازت اسهر اگر خطا نکنم ایدبک محمود
دیگه که معمول به حد نه به حد بعد دایم وقتتون خوش باشد دایم همین کلامتون برا باشد کلامتون تیز باشد که دائما سود و زیان خلق شما میگن شما یگان گپی زیادی نمینویسین آن چیزی که گازیت اسیر پخش میکند دفع دیگرش را میگیریم میخونه که کمبودی اصلاح شد گفته میگم ایامی حساب من گازیت به حد حرمت میکنم که نه به نزدیکی باید باشم خرغان به حد مسئله همی افلاس بودن شب نوشته بودم اونجا یک هم خواستیم زاده همون کس هم نوشتم دفع دیگر ده رئیس ولایت خودش تشکیل کرده مجلس همه را آورده شنونده فهمانده که مردم یا مثلا مرکز ولایت شما چیکار میکنین به حد گازیتی به دل خلق نزدیکه به حد نزدیکه